बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहद मेहराबाद मस्जिद व मदरसे शागिर्दां 19 नफर दौरे हदीस मरुची यानी आखिरी जलसे पायानी है। हमी साल इब्तदा या पारिए साल इब्तदा हम चमदा बहम योसार अबता मौलाना हाफिज हसन फाजिली मेहर के जमी मदरसे फाजलान वो खिदमत शाइस्ते अंजाम देंगे दीनी अल्हम्दुलिल्लाह जी बेगाही दस्तूर दाद के मौत रुचानी क्लास पायानिया व बुखारी शरीफ हदीस पायानिया बरान तदरीस बकरें। इब्तदायन व हमारी दरसा मुख्तसर तालिब अर्ज भी रंदा उसमें दर्स शुरू भी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युदिल्लिहु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल इमाम अल बुख़ारी रहिमहुल्लाह बाबु क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़नु व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तास अल अदल बिर्रूमिय्या। किताब तौहीद दर बाज़ी नुस्ख़ा किताब तौहीद बेइज़ाफ़े वर्रद्द अलल जहमिया। आखिरीन उन्वान किताब सहीह बुखारी است मजमुआन तबक़ बाज़ी शुमारिश इन किताब आखिरीन उन्वान किताब दर बुखारी शरीफ است किताब तौहीद या बेइज़ाफ़े किताब तौहीद वर्रद्द अलल जहमिया। तकरीबन 97 बाब सहीह बुखारी बउनवान किताब हस बाद किताबुल ईमान चुन कबलश बाब बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उन्वान किताब मुशख़्ख़स है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कसी के किताब मुक़द्दस सहीह बुखारी राबा बाब बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाज़ पर मुदबूद जादर ख़ातमे किताब उन्वान किताब तौहीद रा आवर्दे ता गोशज़द कुने निशानदही बकुने के आनचे आज उलूम
و دین اعتبار دارد برای مسلمان نزد الله تعالی علوم و دینی هست که بر مبنای وحی الهی برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نازل گردیده و بعد از بیان تمام ضروریات دینی در پایان کتاب التوحید را عنوان فرمود که یکی از پایه های دین و اعتبار اعمال انسان با اعتقاد توحیدی است. تا توحید نباشد با اعتقاد مشرکانه و شرک آلود هیچ عمل صالحی هم مقبول نیست. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. از این جهت است که امام بخاری مبدأ المبادی یعنی وحی را و بحث نیت را، انما الاعمال بالنیت را در ابتدا آورد و آن در موقع پایان مطالب آن را ختم فرمود با غایت الغایات، این چیزی که مقصود و مراد تمام مؤمنین است و غایت الغایات توحید باری تعالی جل شانه و حدیث سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. از این جهت می فرماید که در این باب این قول الله تعالی جل شانه که در سوره مبارکه انبیاء آیه شریفه 47 و شاید بعضی آیات دیگر هم ذکر شده است، نزع الموازین القسط لیوم القیامه. لیوم القیامه لام به معنای فی هست. ما ترازوهای عدل و عدالت را در روز قیامت حاضر میکنیم برای وزن اعمال بنی آدم و ان اعمال بنی آدم و قولهم یوزنو. و این مطلب بیان شده است که اعمال انسان ها و گفتارهای آنها، قول و فعل آنها وزن می شود. امام مجاهد که از شاگردان ابن عباس رضی الله تعالی عنه می باشد فرموده است که در قرآن کریم کلمه قسطاس در 35مین آیه سوره اسراء بنی اسرائیل و در 182مین آیه سوره شعراء وارد شده است به معنای عدل است. العدل بالرومیه در زبان رومی به معنای عدل است. اینجا علما و محدثین و طلاب اعتراض دارند که قرآن عربیه، چطور کلمه رومی در قرآن آمده؟ جوابش این است که این از قبیل توارد اللغتین هست. این همچنان که قسطاس در عربی به معنی عدل هست، در زبان رومی هم به معنی عدل است. و یقال القسط مصدر المقسط. و گفته شده است که قسط مصدر مقسط هست، یعنی مجرد مقسط، اقسط یقسط و اقساط فهو مقسطون. این مجردش، این که مزید مجردش چیست؟ کلمه قسط هست. و مقسط به معنی عادل می باشد. و اما القاسط فهو الجائر. قرآن مزید فرموده که اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. و این آیه مبارکه در سوره جن 14مین آیه این سوره مبارک می باشد.
میفرماید که قاسط به معنای جائر ظالم است. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ومتعنا الله بعلومه وفيوزه قال حدثنا أحمد بن إشكاب يا حدثنا أحمد بن أشكاب أردو إعراب بر حمزة درست است. حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دو کلمه هست. البته اینجا هم اعتراض طالب علمانه ہے کہ اینا کلام هستند، این دوتا کلام نه کلمه. کلمتان حبیبتان الی الرحمن دوتا کلمه، یعنی دوتا کلام، دوتا جمله هست که محبوبند نزد خداوند رحمان، خفیفتان علی اللسان بر زبان انسان آوردنشان بسیار سبک و ساده و آسان هست. ثقیلتان فی المیزان معلوس با اون خفت تلفظی که در این کلمات وجود دارد در ترازوی اعمال روزی که نزاع الموازین القسط خواهد شد در اون روز در ترازوهای اعمال بسیار سنگین هستند. و این دوتا کلام یا کلمه سبحان الله و بحمده، دومی سبحان الله العظیم، که این کلمات هم بر تقدیس و تنزیه دلالت می کنند و هم بر عظمت و شان بالا و اعلی رب ذوالجلال جل علی شانه. بحث وزن اعمال یکی از معتقدات مهم جماعت اهل سنت والجماعت می باشد. از امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نقل کردند که میفرماد در قرآن عظیم خداوند متعال به صراحت فرموده نزاع الموازین القسط. این تصریح درباره اینکه در روز قیامت برای ایجاد عدالت و حق حقوق ثابت برای هر انسانی که عمل کرده ترازوها گذاشته و قرار داده خواهد شد. و این مطلب همچنان که در قرآن ذکر شده می‌فرماید که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هم ذکر فرموده است که روز قیامت ترازو و میزان موازنه اعمال خواهد بود. هر کسی که قول مبارک نبی اکرم علیه السلام را تردید کند، رد کند، فقد رد علی الله عز وجل. این قول امام احمد بن حنبل که در حقیقت بود فرمان الله تعالی را، خداوند بزرگوار را رد کرده. امام ابو اسحاق زجاج رحمت الله علیه گفته است که اجمع اهل السنت علی الایمان بالمیزان. اهل سنت اجماع دارند که باید ایمان داشته باشند به وجود ترازو روز قیامت و ان اعمال العباد توزن یوم القیامه، و به این که اعمال بندگان وزن خواهد شد. و میزان میفرماید که له لسان و کفتان، ترازو زبانه دارد و دوتا کفه دارد. و یمیل بالاعمال، وقتی که اعمال کم و زیاد بشود این کفه ها به سوی ثقل یا خفت میل میکنند، همانطور که ترازوها در دنیا به همین صورت. و والمعتزله انکرته، معتزله فرقه معتزله و هم نوایان اونا از گروه هایی که دور بر ما هستند منکر این هستند.
آنها از ائمه اطهار اقوالی را نقل میکنند و معتزله با که اهل عقلند به قول خودشان با عقلشان معتقد هستند که ترازوی وجود ندارد و این ترازو که در قرآن ذکر شده یا در احادیث این کنایه است از بودن عدالت، یعنی بی‌عدالتی نخواهد شد، ولی در این حال ترازوی وجود ندارد، حسن به صورت فیزیکی ترازو نیست. و اینها در خالف الکتاب و سنت امام زجاج می‌فرماید که هم مخالفت کردن با نص قرآن و هم با سنت و حدیث رسول اکرم علیه السلام. درباره وصف میزان و ترازوهای روز قیامت روایتی از حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه آمده است که اگر در یکی از کفه های ترازو میزان قیامت آسمان ها تمام 7 آسمان و زمین و هرچی در میان این و آسمان هست در ترازو گذاشته شوند همه جا میگیرند اونجا، این قدر بزرگه. و این بحث که چه چیز وزن می شود، آیا صحف و نامه های اعمال وزن می شوند که ظاهرا اینا معمولا مثل کتاب و قلم و اینا چیزهای حسی هستند در اونجا احضار می شوند و وزن می شوند، یا چیز دیگر. دو قول هست، یکی همین که صحیفه های اعمال را وزن می کنند و الحق الصحیح ان الاعمال هی التي توزن. حق و صحیح این است که خود اعمال با اینکه به ظاهر آرازند، اعمال آرازند جواهر نیستند، ولی الله تعالی قادر است که اینها را وزن بکند. چنان که در ابو داود حدیث تخریج شده، در ترمذی و ابن حبان رحمت الله علیه تصحیح کرده به روایت حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم سوال شد چه چیز وزن می شود در روز قیامت؟ فرمودند اسقل ما یوضع فی المیزان اسقل من خلق حسن. اخلاق حسنه وزن می شود. ظاهر است که اخلاق حسنه اینا آرازند، جوهر نیستند، با خوشخویی با کسی برخورد کردن و اخلاق خوب. اما در اون روایت آمده که اخلاق حسنه بهترین و با وزن ترین اعمال هست از هر انسانی که در ترازوها قرار داده می شود. اما اینکه معتزله انکار می کنند، این انکار اینها را الان دنیا، پیشرفت دنیا تردید می کند. عقلا هم مردود شده این قول. کسانی که وزن اعمال را به خاطر اینکه اینها جواهر نیستند و آرازند قبول ندارند. الان ما شما میبینیم با پیشرفت هایی که دنیا کرده هر چیزی موازنه می شود. سرعت هواپیما وزن می شود، سرعت سیارات و ماشین ها، موتورها، اینا موازنه می شود. تو هواپیما ما نشستیم نشان میدهد اونجا کامپیوتر که سرعت هواپیما الان مثلا 600 کیلومتر در ساعته، یا بیشتر از اینه یا کمتر شد. فاصله هواپیما با فرودگاهی که از اونجا پرواز کرده این قدر کیلومتر شد الان، و نزدیکیش با مقصدی که ما داریم میریم این قدر کیلومتر دیگه مانده. این یک امر حسی شده. الان همه میبینند که سرعت وزن می شود، باد وزن می شود، هوا وزن می شود. همیشه اخبار می گوید که امروز دمای فلان شهر 30 درجه، 35 درجه، صفر، زیر صفر، بالای صفر. خب اینا وزن همینه. هر چیزی را با وزن میزان خودش وزن می کنند. در اون زمانی که دنیا حالت عادی و سادگی را داشت، خب یک کفه های ترازوی درست می کردن به شکل الیاف درخت خرما و 2 تا کفه بود، یک به اصطلاح عمود می گفتند
عمودی یه جای وسط یک نشانی داشت که در اینجا آمده لسانون، یه زبانه دارد، هر طرف میل میکند به این طرف یا اون طرف. و بعدا در دنیا دیدیم که برای وزن وسایل سنگین و نقله های بزرگ یه ترازوهای مثلا فلزی ساخته شد که بر اونا قرار میدن، بر روی ترازو قرار میدن، درجه داره، با درجه ها مشخص میشه که این 10 کیلوه، 100 کیلوه، 200 کیلوه. و طلا و نقره و نقود را با یه ترازوهای ظریفی اون زمان کوچک وزن میکردن، اما الان هم همینطوری فقط میگذارند روی اون جایی که به اصطلاح ترازو داره، والا نشان میدهد که چند گرم شده. 1 گرمه، 2 گرمه، 100 گرمه، بیشتره، 1 مسقاله، بالا از مسقال، قیراطی فلانیه. خب دنیا بر حسب پیشرفته های خود این کارها را انجام داده همواره و هنوز هم معلوم نیست که چه اختراعات جدیدی. سنوریهم فی آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء قدیر. شهید. به هر حال دنیا الان تثبیت کرده اون رای و نظریه متخذ از آیات و روایات صحیحه را بر مبنای فرمایش رسول خدا علیه السلام که آراز را هم وزن میکنند. دمای تب را دکتر وزن میکنه با گذاشتن یک وسیله کوچکی در دهان مریض، تبش را مورد سنجش قرار میده. چند لحظه میگذاره تو دهان، در میاره میگه تب شما اینقدر درجه داره، خیلی زیاده، یا حرارت بدن شما زیاده یا کمه. همه این چیزها را، حرارت و برودت و مثل همه اینها آرازند، وزن می شود. لذا دنیا عملا حرف اهل عقل را، عقلانی اونا را که مخالف با نصوص قرآن و حدیث بود تردید کرد و تکذیب فرمود. و بنابراین اهل سنت، نظریه اهل سنت الحمدلله، اجماع اهل سنت عقلا و نقلا عملا در دنیا ثابت شده که هر چیزی قابل وزنه، چه ارز باشه چه جوهر باشه. لہذا ما بهش ایمان داریم. و نهایتا باید بدانیم که امام بخاری رحمت الله علیه کتابش را با کتاب توحید به اختتام و پایان برد، برای اینکه اصل حفاظت در روز قیامت، نجات در همین است، در ابتدا و در آخر توحید باری تعالی هست. و آخرین اموری که ظهور پیدا می کند که مفلح چه کسی هست و هالک و خاسر چه کسی هست، وسیله آن ثقل میزان و خفت میزانه. اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه. اعاذنا الله منه. لذا امام بخاری این را آخرین تراجم کتاب خود قرار داد و ابتدای کتاب با حدیث انما الاعمال بالنیات و ختم آن به این بود که اعمال وزن می شود در روز قیامت و همه عمل ثقیل می شود که نزد الله تعالی مقبول باشد. در این حدیث این کلمات وصف شدند با خفت و با ثقل. خفت به اعتبار تلفظه، همه شما میتونید آن تلفظ بکنید که سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم بدون اینکه باری سنگینی ثقلی بر زبان باشد. اما ثواب اینها در روز قیامت خیلی ثقیل، خیلی با وزن ثابت می شود که در مبنای آیات و احادیث هر کسی اعمال صالح او ثقیل تر، سنگین تر شد کامیاب تر هست و کسی که اعمالش در وزن اعمال با خفت مواجه بشه مشکل پیدا میکنه. اعاذنا الله منه. و در حدیث شریف برای این ذکر تحضید و ترغیب داده شده
که کلمات تسبیح و تنزیه را باید بارها بار تکرار کرد. در بخاری شریف قبلا شما خوانده اید در باب فضل التسبیح، بابی داره صحیح بخاری به نام باب فضل التسبیح، روایت حضرت ابو هریره هست. اونجا هم که حضرت می فرماید که هر کسی سبحان الله و بحمده را در روزی 100 بار بخواند، حتی خطایاه ولو کان مثل زبد البحر، گناهان او همه پاک می شود، برطرف می شود، اگرچه گناهان او مانند کفه های دریا باشه، مثل امواج، کف امواج دریا باشه، خداوند متعال معاف می کند. امیدواریم الله تعالی جل شانه به همه ما کثرت ذکر الله و کثرت تسبیح، خواندن سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم را با اعتقاد راسخ شرعی و دینی توفیق آن را به ما مرحمت بفرماید. التماس دعا داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق و مؤید باشید انشاءالله. مولانا همونجا برای شما دعا میکنند، برای ما هم دعا بکنید در دعوات خودتان در پایان این حدیث بخاری شریف انشاءالله دعا مقبول می شود. همانطور که در ابتدا بیان شده است که علما با ختم کردن صحیح بخاری در مقابل شدائد و سختی ها، مشکلات، برای دفع امراض، بلیات، شکست دشمنان، پیروزی اسلام همواره بخاری را قرائت می کردند و دعا می کردند که در پایان این قرائت دعاها مستجاب شده. خداوند متعال برای ما و شما هم انشاءالله علم نافع، فهم کامل و خاتمه به خیری نصیب کنه و در ادامه خدمت به دین و اسلام و ایمان خداوند متعال قدم راسخ عطا بکنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.